زن جذاب تو این دور زمونه کسیه که به اندازه‌ای که برای ناخن و مژه و خوشگلیش خرج میکنه برای کتاب و مغز و آموزشش هم خرج میکنه. همونقدر که زمان میذاره برای آرایشگاه رفتن که خیلی هم خوبه، همونقدر زمان میذاره برای زیبایی ذهنش و زیبایی سیرتش و درونش. همونقدر که تلاش میکنه تا ظاهر زیباتری بسازه، چند برابر تلاش میکنه تا درونی مقتدرتر و جذابتر بسازه. دنیا عوض شده، دور زمونه و معیارهای جذابیت عوض شده. همونقدر که تلاش میکنه که بتونه جذاب به نظر برسه، باید از درون روحیه استقلال خودش رو بالاتر ببره. در دور زمونه الان صدای زیبایی‌های درونی بسیار بلندتر از صدای زیبایی‌های ظاهری.